آغاز نشست امنیتی هرات در دوشنبه. نماینده اروپا گفت که ما اینجاییم چون جهان صدای زنان افغانستان را شنیده است. سفر معاون وزارت خارجه پاکستان به افغانستان. هنا ربانی در سفرش به کابل با شماری از مقام‌های طالبان ملاقات کرد. ادامه کمک‌های نقدی جهان همزمان با انتقادها از نقض حقوق بشر در افغانستان. یک محموله 40 میلیون دلاری دیگر به کابل رسید. و رویارویی ایلان ماسک با اپل و گوگل. اپلیکیشن توییتر ممکن است از اپ استور و گوگل حذف شود. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در نشست امنیتی هرات در تاجیکستان گفت که بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان همه را شوکه کرده است. توماس نیکلاسون افزود که جهان صدای زنان افغان را شنیده و به همین دلیل در دوشنبه گرد آمدند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در این نشست گفت که طالبان مکلف به رعایت حقوق بشری شهروندان افغان و کنوانسیون حقوق بشر است. آقای نیکلاسون تاکید کرد که برای تغییر وضعیت حقوق بشری شهروندان افغانستان به ویژه زنان کار شود تا آنها در پیشرفت و آینده افغانستان نقش فعال داشته باشند. او افزود اما امروز اینجا هستیم تا زنان افغانستان بدانند که صدای آنان از سوی جهان شنیده شده و ما برای زنان افغانستان اینجا هستیم. نماینده اتحادیه اروپا افزود که غرب به طالبان گوشزد می‌کند که مکلف به رعایت حقوق شهروندان افغانستان است. او با اشاره به ممنوعیت زنان از ورود به پارک‌ها گفت که شرایط اقتصادی و مدنی برای زنان بسیار دشوار شده است. هنا ربانی معاون وزارت خارجه پاکستان با امیرخان متقی وزیر خارجه و عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان در کابل دیدار کرد. وزارت خارجه طالبان گفته است که آقای متقی درباره آزادی مهاجران زندانی افغان در پاکستان، تجارت، مسائل امنیتی و آغاز پروژه‌های تاپی گفتگو کرده است. این وزارت گفته که هیئت پاکستانی بر حل مشکلات مهاجران افغان تاکید کرده و گفته است که دو کشور باید در این زمینه همکاری کنند. سفارت پاکستان در کابل نیز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هنا ربانی در کابل با شمار از مقام‌های ارشد طالبان درباره مسائل دو جانبه از جمله همکاری در زمینه آموزش، صحت، تجارت و سرمایه‌گذاری، اتصال منطقه‌ای و پروژه‌های اقتصادی گفتگو کرده است. هنا ربانی در رأس یک هیئت دیپلماتیک روز سه‌شنبه وارد شهر کابل شد. یک دیپلمات پاکستانی میگوید خانم ربانی از طالبان می‌خواهد که درهای مکتب‌ها را برای دختران باز کنند. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد طالبان همراه با سفیر پاکستان در کابل برای پذیرایی از هنا ربانی به میدان هوایی رفته بودند. همزمان با افزایش انتقادها از طالبان مبنی بر نقض گسترده حقوق بشر، بانک مرکزی تحت کنترل این گروه روز سه‌شنبه از دریافت یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر خبر داد. بانک مرکزی گفته است که این بسته در قالب کمک‌های بشردوستانه دریافت و به یکی از بانک‌های خصوصی سپرده شده است. در اعلامیه این بانک آمده است که کمک‌ها از طرف سیستم بانکی صورت بگیرد. بانک مرکزی تحت کنترل طالبان دست کم هفته یک یا دو بار از دریافت پول زیر نام کمک‌های بشردوستانه خبر می‌دهد. شهروندان و فعالان همواره انتقاد کردند که کمک‌های بشردوستانه از سوی جامعه جهانی نباید به دست طالبان برسد. چگونگی مصرف این پول‌ها روشن نیست و بارها واکنش برانگیز شده است. کشورهای جهان که هیچ کدام طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، پیوسته تاکید کردند که کمک‌هایشان را به افغانستان از طریق نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل ارائه می‌کنند. ایلان ماسک روز دوشنبه در توییت نوشته است که شرکت اپل تهدید کرده است که توییتر را از اپل استور برمی‌دارد. به نظر می‌رسد که شرکت‌های گوگل و اپل از سیاست توییتر در مورد مدیریت محتوای اکانت‌ها راضی نیستند. تیم کوک مدیر عامل اپل نسبت به گسترش نفرت پراکنی در توییتر ابراز نگرانی کرد. اختلاف میان ایلان ماسک و اپل باعث شد تا فیل شیلر مدیر اپ استور اپل حساب توییترش با 200,000 فالوور را بسته کند. ماسک از انحصار فروش اپلیکیشن ها توسط اپل و گوگل راضی نیست که باعث شده هزینه اپ استور برای شرکت های چون توییتر بالا باشد. ماسک در توییت نوشت که هزینه های اپ استور به علت تسلط انحصاری دستگاه های iOS و اندروید بالا است و آن را به مالیات بر اینترنت توصیف نمود. در این حال گفته می شود که اختلاف مهم دیگر این شرکت ها با توییتر بر سر سیاست آن در برابر محتوای اکانت های کاربران است که متهم به گسترش نفرت، اطلاعات نادرست و خشونت در این پلتفرم مهم اجتماعی اند. شرکت اپل در گذشته اپلیکیشن های متهم به نفرت پراکنی و پخش اطلاعات نادرست مانند پارلر را از اپ استور خود حذف کرده بود. تیم کوک مدیر عامل شرکت اپل نگرانی مشابهی درباره توییتر دارد. او در مصاحبه با تلویزیون CBS آمریکا گفت آنها میگویند که مدیریت محتوا را در آنجا ادامه خواهند داد و من رویشان حساب میکنم که از این کار دست نکشند، زیرا هیچ کس دوست ندارد که در پلتفرمش نفرت پراکنی شوند.